هموطن اگه فرمون ماشینت اینجوری سفته تو رو خدا به تعمیرگاه نرو. استاویز میخواد برای اولین بار تو ایران بدون 1 ریال هزینه فرمون ماشینت رو مثل دنبه روون کنه. بریم موضوعشو بزنیم. دوستی که از اکسپلور میاد میدونم داری مقاومت میکنی. بابا مقاومت چرا؟ بزنین دکمه فالو رو که پست‌های بعدی رو دست ندید. تا کی غرور؟ بابا استاویز 15 سال تجربه داره. دوست داره آقا رایگان اینا رو در اختیارتون بذاره. چه اشکالی داره؟ پست قبلی آقا پمپ هیدرولیک و جعفه‌مون روغن‌ریزی داشت. با یه فوت اوستایی بدون 1000 تومان هزینه درست کردم. 5 میلیون ایرانی دیدن گفتن خدا پدرتو بیامرزه. این پستم اگر مفید بود للهی واسه همه بفرست و شیرش کن. پس اگه فرمون ماشین صفر شد استاویز خواهش میکنه ازت به تعمیرگاه نرو. ببین پستای استاویزو بد برو. بابا ببینید درب مخزن روغن هیدرولیکو باز میکنی همه درباشون اینجا یه آهنربا داره دوستان. ببینید خیلی راحت این آهنربا میفته. اگه آهنربا بیفته کجا میفته؟ ببین دوست عزیز میره دقیقاً خروجی روغن رو که میره با پمپ هیدرولیک رو مسدود میکنه. شما کافیه با یه چاقو با یه چنگال بزنید داخل. ببینید دوستان آهنربا رو در بیارید. به همین راحتی فرمون این ماشین میشه مثل دنبه دوستان و اینو جا بزنید. اگر دیدین گشاد بود ببینید چقدر راحت در میاد. هم راحت در میاد هم راحت جا میخوره. یه چسب قطعی بزنید جا بزنید فرمون میشه دنبه. اینا اگر راز نیست چیه؟ یه خواهشی دارم شرط اقتصادی بده. خودمون باید هوای خودمون رو داشته باشیم. اگه پیج داداشون هم داشته باشید قول میدم هزینه اضافی نکنی واسه ماشینت.